وان، همشون به معنی یک یه دونه هستش. وان اصلا مهم نیست کلمه‌مون با صامت شروع میشه یا مصوت، برای همه میتونیم از وان استفاده کنیم. حالا بین ای یا ان میمونیم که بهتون میگم چیکار کنید. اگه کلمه‌مون با مصوت شروع شد یعنی A, E, I, U, O، قطعا از ان استفاده میکنیم. A صدای ا میده، E صدای ا میده، I صدای ی میده، U صدای آ میده، O صدای او یا آ میده که این دایره بهتون کمک میکنه که همش این 5 تا مصوت رو یادتون بمونه. an egg اولش با ای شروع شد، نمیتونیم بگیم a egg، دوتا مصوت نمیشه کنار هم قرار بگیره. an apple اولش با A شروع شده که A صدای ا یا آ میده که اینجا صدای ا میده. an orange اولش با او شروع شده که صدای او میده، پس مصوت اومد باید ان بذاریم. حالا هر کلمه دیگه که با حروفای دیگه شروع میشه از A میتونیم استفاده کنیم. وانم که برای همشونه.